ببین، من فکر میکنم بی خودی اسم این آکواریوم اختاپوس نذاشتم. راست میگی، اصلا آرمش هم عکس یه اختاپوس با پاهای درازه که با چراغ نئون آبی رنگ روی صحنه سیاه دکورش کردن. من مطمئنم که اینجا محل استقرار یه اختاپوس آدمخوار خطرناکه. حتما یه عده آدمایی هم هستن که به این اختاپوس سرویس میدن. آره، اصلا اینا پیروان فرقه اختاپوس پرستی هستن. کارشون خدمت گذاری به اختاپوسه، بهش سرویس میده، از حالات و طبیعت اختاپوس الهام میگیرن. یعنی چی اختاپوس پرست؟ یعنی یه فرقه هست که مذهبش اختاپوس پرستیه، برای اختاپوس قربانی میکنن. پس حتما مغز آدمای روشنفکر رو برای خدای خودشون که یه اختاپوس آدمخواره قربانی میکنن. آره، مثلا مسلمونا وقتی به سفر حج میرن، برای صاحب کعبه که خدای اسلامه گاو و گوسفند، بز و شتر قربانی میکنن. اما اینا آدما رو برای خدای خودشون که اختاپوس قربانی میکنن. پس اختاپوس پرستی یکی از فرقه های شیطون پرستیه، چون هر کسی که جون آدما رو به خاطر یه آدم دیگه یا یه جونور دیگه یا حتی برای چوب و سنگی که ازش بود بتراشن بگیره شیطون پرسته، به شیطان و اهریمن خدمت میکنه. درسته، اینا فرقه ای از فرقه های شیطان پرستی هستن، اما خیلی پیچیده عمل میکنن. برای اینکه کسی از کاراشون سر در نیاره، حتی با شیطان پرستی هم مخالفت میکنن، دم از خدا پرستی میزنن. اما پشت این کاسه یه نیم کاسه دیگه است. خب نتیجه کارشون هم این میشه که جامعه دچار ناامنی میشه. روشنفکرا یا قربانی میشن یا فراری. فرار مغزها که میگن ناشی از ناامنی در جامعه است. درسته. البته این فرار مغزها به فرار توده های بیشتری از مردم هم منجر میشه. درست همون واقعی که در تمدن‌های اونور اقیانوس اتفاق افتاد. اونجا هم شمن‌ها و شیطان پرستا برای بت‌ها و خدایانشون جوانای مردم رو قربانی میکردن. قربانگاه‌های بزرگی از سنگ درست کرده بودن که هنوزم بعد از 1000 سال سر جاش باقی مونده. اما اونقدر مردم به قربانگاه بردن که مردم همه از شهرها فراری شدن، به جنگل‌ها متواری شدن و اون تمدن‌ها خود به خود منقرض شد و از بین رفت. بد نیست دوباره فردا بیاییم همینجا. الان بیایم بریم خونه ما. من یه فیلمی راجع به اختاپوسا دارم، با هم ببینیم، بعدم راجع بهش فکر کنیم. بریم.
سلام فرید. سلام فرید. این دفعه از در پشت آکواریوم اومدیم. اینجا زیاد رفت و اومد نیست. این دریچه چقدر عجیبه. آره، حواس منم به این دریچه است. فکر میکنم که کلید حل معما پشت همین دریچه است. توضیح بده. ببین هیچ ماهی از این دریچه پایین نمیره و بالام نمیاد، ولی کسی نمیفهمه. خیلی عجیب طراحی شده. پشت این دریچه چه چیزیه؟ من فکر کنم که زیر این قسمت که الان ما وایسادیم همون هشت‌پای آدمخوار، همون اختاپوس وحشتناک مخفی شده. اختاپوس پرستان از همین دریچه برای اون جونور قربانی میندازن. بریم از نزدیکتر داخل حفره نگاه کنیم. الان که اینجا خلوته. بریم. اینهاش. اینم همون اختاپوسی که فکر میکردیم. تعطیل میکنن یه جور آب این آبی رو خالی میکنن و این حفره رو باز میکنن و به اختاپوس نیایش میکنن و بهش غذا و قربانی میدن و مراسمی میگیرن. پس بریم داخل آکواریوم مثل سایر توریستا، ببینیم راه دیگه هم به این دهلیز از توی خود آکواریوم هست. اگه هست پیداش کنیم. ببین الان 1 ساعته که همه رفتن. خوبه ما از این گوشه بیایم بیرون و یه گشتی بزنیم. اینطوری که خودمون رو قایم کرده بودیم کسی متوجه حضورمون نشده بود. حالا هم همه رفتن. ما با خیال راحت میتونیم بازرسی های خودمون رو شروع کنیم تا حقایق بیشتری رو کشف کنیم. این دهلیز عمودی درست به زیر خزینه آب اختاپوس وصله. خیلی هم درازه. طراحی عجیبی داره. ببین مثل اینکه یه نفر زیر خزینه اختاپوس توی آبه. آره یه غواصه. معلوم نیست این غواصه چی کار میکنه. حرکات عجیبی داره انجام میده. مثل اینی که توی آب داره نماز به یه سبک عجیبی میخونه. شاید این یه گوشه از مراسم اختاپوس پرستی باشه. اینم خود اختاپوس. آره داره یه اتفاقات عجیبی میفته. مثل اینکه این اختاپوسه با این غواصه دارن متامورفوز میشن. بریم. راز اینجا رو کشف کردیم. اینجا معبد اختاپوس پرستاست، نه یه آکواریوم عادی. به نظرت باید چیکار کنیم؟